شما هم توی شمردن اعداد در زبان انگلیسی مشکل دارید؟ آیا همه اعداد رو بلدید که به صورت انگلیسی چه به صورت اعداد چه به صورت حروف بنویسید؟ میدونم بیشتر شما شاید اعداد رو به انگلیسی بلد نباشید. هیچ نگران نباشید چون یاد گرفتنش خیلی راحته. با من باش که بهت یاد بدم. سلام دوستان گلم، به چنل هاژینا خوش اومدید. امروز دست پر اومدم یاد گرفتن اعداد که ببینید اگر بخوام همه چیز رو در مورد اعداد بهتون یاد بدم شاید خسته بشید و از یاد گرفتن زبان زده بشید. اما اینجا میخوام یواش یواش قاعده اعداد و تلفظ و شکل نوشتاری چه به صورت اعداد و چه به صورت حروف رو در این ویدیو و ویدیوهای دیگر براتون توضیح بدم. اول یک مقدمه رو بگم که برای چی به کارمون میاد اعداد. اعداد رو چجوری بیان کنیم؟ اعداد در زبان انگلیسی و در هر زبان دیگری با کلمات یا با نمادهایی نشون میدن که برای شمارش از اون استفاده میکنن، چه برای شمردن پول، چه برای شمردن مسافت، چه برای شمردن سرعت و غیره. برای مثال 1 که میشه 1 بینی داریم، یا 2 که میشه 2 چشم داریم، یا روی دستمون 4 که میشه 4 انگشت و 1 شست داریم و مثال های از این مورد که یواش یواش بهش اشاره میکنیم. اینجا نمیخوام بهتون سخت بگیرم، فقط این رو بدونید که از عدد 0 تا شماره 10 رو میخوام بهتون یاد بدم. بعد در ویدیوهای دیگر اعداد رو بزرگتر میبریم که یادگیریش هم براتون آسونتر باشه. خب الان بزن بریم که هم شکل اعداد رو بلد باشید و هم بدونید چجوری حروفش نوشته میشه. املاش هم بلد باشید. اولین عدد اول 0 که به صورت عددش نوشته شده این دایره تو خالی و به صورت حروف 0. تلفظش اینجوریه، ببینید 0. این آر رو باید درشت بخونید. 0. عدد دوم 1 که به صورت نوشتاری و به صورت حروف میشه 1. O-N-E 1. ما در ویدیوهای قبلی که لینکش رو اینجا براتون میذارم حروف الفبا رو یاد گرفتیم. عدد بعدی شماره 2 هستش که به صورت 2 خوانده میشه. 2. عدد بعدی شماره 3 که به صورت، اینجا باید دقت کنید، TH اگه کنار هم بیاد به صورت ف خونده میشه. یعنی زبونتون رو به دندان بالایی بچسبونید و به صورت ف ببینید اینجوری 3 خونده میشه. عدد بعدی شماره 4 که به صورت 4 بازم اینجا اون آر درشت خونده میشه. عدد بعدی عدد 5 که به صورت 5 شماره 5. عدد بعدی 6 که شکل عددیش و شکل حروفیش که میشه 6 شماره 6. و عدد بعدی شماره 7 7 شماره 7.
و عدد بعدی شماره 8. 8 و عدد بعدی شماره 9 و آخرین شماره 10 هستش که به صورت 10 خونده میشه. 10. من الان دونه به دونه اعداد رو میخونم، دوباره شما تلفظش رو یاد بگیرید. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این 11 عددی که براتون خوندم 11 عدد اول اعداد هستش که بلد باشید که اگر رفتید کشوری یا جایی این اعداد رو یواش یواش بدونید. خب چند تا یه نکته رو میخوام اینجا بهتون بگم که اینم بلد باشید و بدونید. عدد بالاتر از 9 رو توی زبان انگلیسی با عدد می نویسن، یعنی بالاتر از عدد 9 10 11. خب ولی اعداد کمتر از 9 رو با حروف می نویسن، یعنی 8 7 و غیره. خب و خود عدد 10 رو هم میشه با حروف نوشت و هم میشه با عدد بنویسید. این نکته هم بلد باشید. اگر انشالله به کشوری یا جایی رفتید این نکته رو بدونید و خدای نکرده اونجا مشکلی براتون پیش نیاد. خب مثل همیشه درس رو توضیح دادیم و ازتون میخوام که 3 تا تمرین بهتون میدم و اون تمرین ها رو انجام بدید. توی بیوی یوتیوب من کانال تلگرامم هست، تمارین رو اونجا برای من بفرستید و نگاه میکنم. اگه درست باشه که هیچی بلدید و اگر نادرست باشه اشکالی نداره براتون. اصلا نترسید و اضطراب نداشته باشید. شکل درستش رو براتون میفرستم. خب از اینکه ویدیوی من رو تا آخر نگاه کردید خیلی خوشحالم کردید و وقت خودتون رو برام گذاشتید. بی‌نهایت از تک تکتون ممنونم. مثل همیشه لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای عزیزانتون بفرستید و از این نکات لذت ببرید. شب و روزگارتون خوش.